خسرو کم کم میخوام برسم به ناصر خسرو. دیگه مقدمات بحثم طولانی میشه، اونا رو وارد نمیشه. ناصر خسرو همینطور که فرمودن استاد، ابعاد داره وجودش، ایرانی تمام عیاره و مسلمان هم هست. البته فرمودن چرا رفت، یه گله هم کردن استاد که چرا رفت به فاطمیین مصر پرداخت، این آدم آزاده که باج به فلک نمیده، داخل آدم نمیدونه، محمود غزنوی رو چطور رفت به باطمیان. استاد مسلکی بود. ناصر خسرو اسماعیلی مسلک است. باطنیان مصر اسماعیلی مسلک بودن. مسلک اسماعیلی، شیعه اسماعیلی. من حالا نمیخوام ترویج از اسماعیلی بکنم. متفکران بزرگ تا قرن پنجم تا خواجه نصیر، اینا بسیارشون، ابو یعقوب سجستانی، وحیدالدین کرمانی، عرض کنم که حالا اسم رو گاهی یادم میره اخیراً، اینا عرض کنم اینا آدمایی هستند که متفکران بزرگ اسماعیلی هستند که دیگه آخریشون مثلا این اواخر دیگه کم کم ناصر خسرو. متفکران بزرگ ما اینا اسماعیلی بودن. حتی درباره خواجه حرفایی هست. البته من ابن سینا رو هرگز خودش نمیخوام بگم، تو کتابم هم نوشتم، خودش حالا معلوم نیستی بوده ولی پدرش، مادرش، برادرش، خانوادهش اسماعیلی هستند. تردید نکن، پدر اسماعیلی داره، مادر اسماعیلی داره، برادرش اسماعیلی. حالا خودش اصلا در بندی حرفانی، خودش فیلسوفه. حالا فیلسوف دیگه معلوم چه دینی داره. عرض کنم حضورتون که حالا برگردیم به ناصر خسرو. ناصر خسرو همطور که فرمودن دیگه من شرحالشو نمیگم و کتابهاشو، تو همین کتاب جامع الحکمتین، حالا سفرنامه‌ش چی، یه مسئله رو مطرح کرده که لذت چیست. 3 تا مسئله رو مطرح کرده: لذت، سعادت، آرمان. انسان لذت طلبه، هر حیوانی لذت طلبه، خب انسان هم لذت رو دوست داره. انسان سعادت رو میخواد. کیه که بگه من سعادت رو نمیخوام؟ از هر کس بپرسن آقا شما سعادت میخوام، میگه بله سعادت. انسان آرمان دارد. چه کسی آرمان نداره؟ بگه من چه آرمانی ندارم. کسی اگه بگه من هیچ آرمان، حالا آرمان بزرگ و کوچیک داره، البته هر کسی آرمان خودشه داره، اما اگه کسی بگه من هیچ آرمانی ندارم، نمیدونم اسمشو چه بگذارم. فکر نمی کنم شایسته اطلاق لفظ انسانی باشه براش. خب حالا آرمان چیست؟ لذت چیست؟ سعادت چیست؟ آرمان اگه بخوایم یه تقسیم کلی روش انجام بدیم که هر بشر، هر فرد یه آرمانی داره، در یه تقسیم بندی کلی، یا قدسیه یا قهرمانی. آدم ها میخوان قهرمان باشه، کسی باید فوتبالیست خوبی باشه، بوکسر خوبی باشه، اندیشمند خوبی باشه، نویسنده خوبی، شاعر بزرگی، در هر فنی که هست میخواد اول باشه. نمیخواد؟ میخواد دیگه. آره، قهرمانی میخواد. از فوتبالیستش گرفته تا نویسنده و شاعر و فیلسوف و حکیم و هر کی. فقیه هم خود عالم باشه دیگه. عالم مرجع تقلید بشه، عالم باشه. همه آرمان طلبن. حالا این آرمان ها گاهی قدسی، گاهی قهرمانی. قدسیت رو میخواد، حالا آرماناش میره تو عالم آخرت و بهشت و مافوق ملکوت تا وصال به حق، تا لقاء الله و فنای فی الحق، مثل منصور حلاج میره بالا. یکی هم قهرمان میخواد بشه، یکی هم هر دوشو میخواد. حالا اونجا که هم قدسی میخواد باشه هم قهرمانی، اسمش گذاشتن فتوت، فتیان، جوانمردی. جوانمردی این فتوت تو فردوسیه. فردوسی پیامش فتوته، جوانمرد. نه جوونی ها نمیگم، ما جوانمردی با جوانی فرق داره. بسیاری از پیرمردای 90 ساله جوانمردن، بسیاری جوانای 20 ساله جوانمرد نیستن. حالا جوانا خیلی خوشحال نشن. جوانمردی با جوانی فرق داره. جوانمردی، آره، پیر 90 ساله جوانمرد، بله که هست. انشالله جوانای ما هم جوانمرد باشه.